خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. قربونتون برم، قربونتون برم. کجایی شما؟ ما اهل ارومیه. از ارومیه اومدیم اینجا با خانوادگی بگردیم. اول رفتیم شیرجون به خانواده رو جمع کنیم یه جا، بعدش بریم اینجا. من چند تا کلمه به شما میگم، شما حدس بزنید معنیشون چیه. به نظرتون گوک معنیش چیه؟ حدس بزن. گوک یه حیوانه. سری یوزپلنگی. تو مرداب زیاد پیدا میشه. تمساح. نه دیگه، یه حدس دیگه بزن. مرداب هم پیدا میشه. تمساح. آره پیدا میشه، درسته. یه حدس دیگه حالا بزن، شاید بهش نزدیک شد. بهش نزدیک خزنده است. کروکودیل اینا. من خزنده است میپرن. زبان بندری به صورت محلی ما به قورباغه میگیم گوک. بله. خب به نظرتون کنگل معنیش چیه؟ یه وسیله آرایشیه. سر در نمیاره مثلا. باشه. من یکم دیگه بمونم فکر کنم زبان خودم از دست بدم. میتونم اضافه کنم. ما داخل زبان بندری به ابرو میگیم برد. بله. کنجل هم میشه از یه سورمایی هست که داخل چشم میزنن. به اونم میگیم کنجل. بعد سوالا رو مشکلی نداره، حدس بود. همش حدس بود. آره حدس بود. حالا اینو کجا میذاری؟ یوتیوب، اینستا. سلام، خودتون معرفی کنید. سلام، خسته نباشید. منم امیرم، مسافر اومدیم خدمتتون بندر عباس. آقا من چند تا کلمه به شما میگم، شما حدس بزنید معنیش چیه. خب بفرم. چی؟ گوک معنیش چیه؟ این نیست. گوک مارمولک. قورباغه. یا آیفون میدادم قدیم. نه اون خیلی گرونه. نه از چالش نیست آیفون. اولویت لباسه بندر. اگه میخوام لباس. نه ممنون شما. فکر کنید برد معنیش چیه؟ برگ. اعضای بدن. برگ. شونه. دست. همین بگو. شونه، دست، چشم، مو که اعضای بدن نیست ولی خب حالا زبون، بینی، گوش. به ابرو میگن برد. ابرو میگم برگ. چقدر زیبا. واقعا که زبان بسیار شیرین و زیبایی دارید. خیلی عالیه. قربون شما زنده باشید. کلپک خب کرمونیه. مارمولک. کلپک مارمولک مگه مال استان کرمان نیست؟ بله زبان اون مشترک بعضی از کلمات. بله ما خب بین هم شیرازیم هم که بندر عباس. از هر دو طرف یه چیزای مشترکه. ما اصالتا مال سیرجان ولی شیراز ساکنیم. چرا؟ ایشون این سر دنیا، شما اون سر دنیا. ایشون آره پیچیده است. خب یعنی یه جمله بهت میگم. خب حواسم برم رودون ماشین نهستم. من می‌خواستم برم رودان ماشین نبود. بله بابا خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. قربونتون برم. خواهش میکنم. من حتی انگلیسی و آلمانی هم صحبت کنید، آشنا آلمان دارم، انگلیس دارم، میتونم براتون ترجمه کنم. میدونستی متاسفانه دوستان، ببخشید من همه چی میدونستم و ان شاءالله که سال خوبی براتون آرزو میکنم. من یه دوست همیشه بیاد تو کار، ایشون دایم هستن، دایم حجت. خیلی مرد خوبی هست. خیلی ممنون، تشکر از همه دوستان. قربونتون، ممنونم خانم، لطف کردید. دست شما در. سال خوبی. سلامت باشید. خدا شما.